بترساند. دشمن مرتباً با هواپیما حمله ور می شود. من به یاد سگ‌های آبادی می‌افتم که وقتی حمله ور می‌شدند اگر نمی ترسیدی هرگز جرأت جلو آمدن را نداشتند و به کوچکترین تکان دست تو پا به فرار می‌گذاشتند و اگر نه، اگر از آنها می‌ترسیدی جرأت می‌یافتند و حمله می‌کردند. اسرائیل سرزمین‌های ما را همین گونه اشغال کرده. او می‌خواهد ما را بترساند. او این معنا را دریافته است که اگر ما بترسیم دیگر از ایمانمان کاری ساخته نیست. اما سربازان امام زمان از هیچ چیز جز گناهان خویش نمی ترسند. امروز من طلیعه آزادی قدس و تحقق این وعده تخلف ناپذیر قرآن را به روشنی می بینم.